در کشور عزیز ما تاجیکستان توجه به سلامتی مردم و حفظ آن مهم است. واقعا هم سلامتی انسان بنیاد روزگاری سعادتمندانه و فعالیت با ثمر اوست و اینچنین به نیرومندی جامعه مساعدت میکند. در برابر دیگر کسالی‌های گوش، گلو و بینی میان عامه زیاد به نظر میرسند. مفهوم فن لور این تخصص کلینیکی بوده خصوصیت مورفولوژی، فیزیولوژی و راههای بالای نفس و گوش را در بر میگیرد. در حالت روند درد گوش خصوصا در روش درازمدت مزمن جمع‌شوی فساد، بدن پوسیدن استخوان، گزارش روند التهابی و قفای کوسه سر دیده می شود. این بیماری خوف پیدایش بیماری‌های مغز سر، منینگیت، ترومبوز جاف سیم شکل و دیگر نمودی بیماری‌ها را دارد. یکی از نمودهای بیماری‌های گوش و گلو و بینی این بیماری رینیت می باشد. رینیت یعنی ویرانشوی مکانیزم‌های عصبی رفلکتوری تنظیم رگ‌ها می باشد. بسیار نمود علامت‌های رینیت معلوم هستند. اینها از قبیل رینیت مزمن اتروفیکی، رینیت مزمن گیپرتروفیکی، رینیت بادی گرم و کجی میان دیواری بینی می باشند. شعبه بیماری‌های گوش، گلو و بینی یگانه مرکزی است که بیماران با مشکلات شامع، لامسه و گلو را به طبابت فرا می‌گیرد. این شعبه دارای اتاق اودیوگرامی که شنوایی انسان را معاین می‌کند، اتاق جراحی و دارای دیگر اجراهای مخصوص برای بیماران میباشد. در شعبه اسباب‌های مخصوص طبابتی که از آلمان آورده شدند برای تشخیص و طبابت به کار برده میشوند. این تجهیزات نو زمانوی به مانند اودیومتر، تیمپانومتر و میکروسکوپ جراحی میباشد که طبیبان از این اسباب‌ها بهر طبابت ثمرناک استفاده میگیرند. التهاب شدید جاف رخساره یا به اصطلاح گایمریت یکی از بیماری‌های خوفناک بوده اساساً در فصل بهار و تیرماه و زمستان خروج می‌یابد. سبب پیدایش این بیماری را متخصصان از تاثیر خنکی و یواشوی اقلیم عنوان می‌کنند. طبابت اساسی که بسیار شهروندان برای طبابت گایمریت می‌ترسند این آژیدن جفای بینی یا میگن پونچه. این اصول خیلی آسان است، لیکن مردم در چه حالت هستند که از این طبابت اساسی بسیارتر دست میکشند. جراحی یک قاعده اساسی دارد که میگویند کجایی که چرک باشد و چرک باید کشیده گرفته شود. زکان خیلی یک دیگنای دوشن بیت توک. لیک فهمانده استودیم تجربه ها که میگذاریم میفهمونیم، لیک بسیارتر رو سرکشی میکشن، لیک با اصولای دیگر برای طبابت گایمریت هستند. این کشیدن با اصول ادساس، شستن با اصول شستن جفای بینی. علامت‌های اساسی بیماری نفس‌کشی دشوار با بینی التهاب شدید جاف رخساره اساساً با اصول شکاف کردن جاف بینی و برآوردن فساد به راه مانده شده است. بیماری را با اصول طبابت خلقی نیز به راه میمانند، ولی متخصصان بر آن عقیده‌اند که طبابت خلقی بعضاً به بسیار عارضه‌ها آورده میرساند و تاثیر منفی می‌بیارد. دکتران گوش و گلو و بینی بیمارخانه ولایتی سال 2019 به شعبه بیش از 950 نفر با کسالی گایمریت و بیش از 500 نفر با پانسینوسیت مزمن مراجعت کردند. در سال جاری به حالت امروزه باشد 700 نفر بیماران مراجعت کردند. اصول طبابت که در بیمارخانه ولایتی برای مانده شده است این استفاده سینوس کاتتریام می باشد که این اصول نهایت آسان است. این نوع تجهیزات را مریضان می توانند از مرکز تشخیصی آقاخانی شهر خاروخ یا شهر مسکو دسترس نمایند. دکتران مصلحت میدهند در وقت گرفتار شدن انسان به علامت‌های گایمریت حتما باید به دکتر مراجعت کنند. اگر توصیه دکتر سری وقت اجرا کردن نشود عاقبتش وزنی میگردد، یعنی به دنبال مغز سر، منینگیت، سینوس ترومبوز، تنزیلیت، روماتیسم، سکته دل آورده میرساند. از این رو به سلامتی خود دقت جدی میباید داد. فراموش نباید کرد که طرز سالمی حیات آینده ملت را تامین نماید. از این رو هر انسان باید به سلامتی خود اهمیت بیش روانه سازد و امروز و فردای سلامتی خود را همه طرفه حفظ نماید. تنها انسان سالم در شرایط اعظم خوبترین حیات به سلامتی کامل نائل شده میتواند.